سلام، اگه شما هم میخواین به وسیله پریمیر به صداتون اکو بدین مثل همونی که من دادم، ادامه ویدیو رو ببینید. It's all about humanity. اینجا اورنج پی سی و من پدرام خداداد هستم. امروز میخوام بهتون نشون بدم که چجوری به وسیله پریمیر به صداتون اکو بدین. خب بریم توی پریمیر که بهتون نشون بدم. ما اول مثل همیشه وایس یا همون فایل صوتی مورد نظر میگیریم و میندازیم توی این قسمت، به قسمت پراجکت، و بعدش میگیریم و میندازیمشون توی تایملاین. اول بیاین این صدا رو بشنویم که چجوریه. Hello, my name is Pedram Kodadad, and here is Orange PC. خب حالا میخوایم به این افکت اکو بدیم. میایم توی قسمت افکت، اگر اینجا واسهتون نمایان نیست بیاین توی اینجا ویندو و اینجا فعالش کنیم توی افکت. بعد میایم اینجا سرچ میکنیم دیلی. بعد اینجا دیلی واسمون نمایان. دیلی برمی‌داریم میندازیم روی وایسمون توی تایملاین. و دوبار روش کلیک میکنیم، وارد افکت کنترل میشیم و اینجا میبینیم که دیلی واسمون فعال شد. اول از همه که نشون میده چقدر از صدا بهمون برگرده. من معمولا اینو روی 100% میذارم روی گزینه میکس. این رو 100%. این فیدبک رو هم بستگی به سلیقتون میتونین تنظیمش کنید. من معمولا بین 25 تا 35% میذارم. حالا اینجا مثلا 31 بده. اما اینجا دیلی نشون میده که چقدر فاصله بین دو تا صدا باشه. مثلا اگر 1 ثانیه باشه اینطوری میشه. Hello, my name is Pedram Kodadad, and here is. ولی من معمولا واسه ویدیوهام یه چیزی همچین چیزی استفاده میکنم، حتی کمتر. Hello, my name is Pedram Kodadad, and here is Orange PC. به همین راحتی. خب امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. من تو کانالم ویدیوهای مربوط به ادیت و یوتیوب میذارم. اگه بخواستین و به دردتون میخوره میتونید دنبال کنید. اگر این ویدیو واسط مفید بود لایک نره. خدا